بحث و کشمکش مخلصان دسته روشن و حاصلات. حادثه 20 ایون در ناحیه فرخار و پس از باخت دسته حاصلات روی داد. شیشه مسافربر شکسته و برخی از مخلصان با سر کفیده به خانه برگشتند. بازی دسته های روشن و حاصلات در دایره مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان گذشت و با حساب 1-0 به فایده روشن انجام شد. هر دو دسته در منطقه کولاب هواداران زیاد دارند. سبب سر زدن جنجال معلوم نیست. یکی از تماشابینان بازی آغاز بحث را به سخنانی به گفته او پست و بلند طرفداران روشن پیوند داد. نمایندگان دسته روشن شهر کولاب در این باره اظهار نظر نکردند. در فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 22 ایون به رادیوی آزادی گفتند که کمیته ترتیب و انتظام فدراسیون قضیه را آموخته قرار قبول خواهد کرد. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار گفت نسبت به بعضی از مخلصان سند مأموری ترتیب دادند و احتمال آنها جریمه شوند. زنازنی مخلصان فوتبال در تاجیکستان پیشتر هم رخ داده بود و برای این کار هم دسته ها و هم مخلصان را جزا دادند.